خدا جون، من آدم بدی نیستم، دل کسی رو نشکوندم، دل شکستن تو ذاتم نیست، ولی آدما بدجوری دلمو شکستن. دیگه خسته شدم، همه تنهام گذاشتن و رفتن، دستم به هیچ جا بند نیست. خدا جونم یه نیم نگاه به من بنداز، ببین همش خستم، حال و حوصله هیچ کسی رو ندارم، مثل یه آدم مرده شدم. دیگه بسمه، چقدر قصه بخورم، چقدر منتظر بمونم، چقدر الکی بگم خوبم، چقدر خنده هم از ته دل نباشن، چقدر شبا با گریه بخوابم، صبح با بغض پاشم، چقدر واقعا چقدر دلم میخواد برم یه جایی که هیچ کسی نباشه، اینقدر جیغ بزنم تا خالی بشم از دردام، اینقدر گریه کنم تا خوابم ببره. خدا یه حرف آخر دیگه، خیلی خستم، اگه میشه فردا دیگه بیدارم نکن.